رسانند. ساکن جماعت دهاتی به نام باقی رحیمزاده ناحیه رشت فیض‌الدین ضیاءالدینов از حساب مبلغ‌های برای سفر حج پس‌انداز کرده‌اش مکتبی دو آشیانه زمانوی برای 400 جای نشست را بنیاد می‌کند. الکی کارهای ساختمانی در آشیانه یکم مؤسسه تعلیمی ادامه داشته در نزدیکترین فرصت آن مورد بهره برداری قرار داده می‌شود. زارشی خبرنگاران ما بنیاد بنا و سیمخانه‌های علاوگی در نزد یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت در روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های شخصان خیرخواه و سخاوتمند برای باز هم بهتر شدن صفت تعلیم و تربیت خوانندگان عملی شده ایستاده است. این است که ساکن دهه شوله جماعت دهاتی به نام باقی رحیمزاده فیض‌الدین ضیاءالدینov از حساب مبلغ برای حج پیش بینی شده‌اش به کار خیر و ثواب ساختمان مکتب دو آشیانه زمانوی برای زیاده از 400 جای نشست صرف نمود تا در آینده خوانندگان در سیمخانه‌های کشاد و برهوا و کابینت‌های فنی تحصیل نمایند. ضیاءالدین و فیض‌الدین مبلغ بسیار برای حج راهی کردن جمع کرده بود. اول در راهی برای مکتب بنیاد کردن در قشلاق تا که فرزندان ما به جای خواندن تأمین باشند در همینجا صرف کرد. از روی لایحه ساختمانی بنای نوی مؤسسه تعلیمی دهه شوله از دو آشیانه و 22 سیمخانه و کابینت‌های فنی عبارت بوده. الکی کارهای ساختمانی در آشیانه یکم انشاءات در مرحله انجامیابی قرار دارد. با مقصد در مهلت پیش بینی شده انجام دادن کارهای ساختمانی 16 نفر بناکاران محلی در انشاءات کار کرده. رفت صفت کارهای اجرا شده را متخصصان ساحه همیشه نظارت میکنند، زیرا در شرایط اقلیمی کوهستان بنیاد چنین انشاءات عظیم به طلبات ساختمانی پوره جوابگو باشد تا از بنای نوی مؤسسه‌های تعلیمی سالهای طولانی آموزگاران و خوانندگان دهه استفاده نمایند. در ناحیه‌های منطقه رشت این اولین تشبث و اقدام سخاوتمندانه به شمار می‌رود که با مبلغ بیش از 2,500,000 سومانی بنای دو آشیانه تعلیمی و دیگر زیربناهای علاوگی بنیاد کرده می‌شود. یکی از صاحبکاران بسیار سخاوتمند دهه ضیاءالدین و فیض‌الدین تصمیم گرفت که در همین دهه ما یک مؤسسه تعلیمی بسازه. خوانندگان ما زیاده از 360 نفر تا این روز بودن. امسال موافق حسابات از 400 نفر هم میگذرند. بعد سه همسایه دهه داریم که مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی دارن، آنها هم در اینجا در این بنای نو با تحصیل فرا میگیریم. کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات تعیینات گوناگون خواجگی خلق ناحیه رشت مرحله به مرحله انجام یافته. بیشتر بنا و سیمخانه‌های علاوگی تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می‌شوند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.